اما مسعود این پدر و پسرن. این جوون بود موتور داشت، همه یادشون هست، موتورشو فروخت برای پسرش اسکیت خرید. اینا رو کار نداری. اومدین سر وقت اینو نصف در نصف باد کردین، الان داخلش باز کنی هیچی نیست. اینم ما پول نداریم نمیخوریم، مثلا هله هم بگیرن. غذای اصلی ما شد تخم مرغ. میخوام بدونم که شما کونه مرغ چجوری دستکاری کردین؟ یه مرغ انقدری تخم بذاره، یه مرغ انقدری. فقط به من بگین آقای پزشکیان، کونه مرغ کی دست زد؟ همین. تمام. رضا دختره چی بود به من پیشنهاد دادی؟ 120 کیلوه داداش، 3 تا پیتزا خورده. رضا به این پول کم دارم، داری 2 تومن بزنی؟ چرا چرت میگی نداری؟ با مهسا جوجو پیج که خودم تو این اینستاگرام هر روز میگی 10 میلیون بهت میدم، عکس پاتو بفرست. 2 تومن نداری واسه من بزنی؟ ماما میشه بابا بگی دیگه به من صبح پیام نده؟ بابا صبح به صبح پیام میده پرنسس کوچولوی من چطوره؟ من بعد عمر یه گوشواره انداختم، شبا تو کاباره که نمیرقصم. نه بابا اصلا حالم خراب. حالم خرابه محمد. دختره بود 2 سال باش رفیق بودم، فهمیدم پسره. آره میگفتم چرا بهم نگفتی؟ گفت خجالت میکشیدم این چند وقت. نام زدم و بدیم برم محمد. گفتم مخی میلفر رو زدم. این مامان رضا داداش، نمیدونم چجوری به رضا بگم. به دخترم میگم کلاش بگیرم بهم دنده